سلام بچه، امیدوارم حالتون عالی باشه. یادش بخیر بچگی عاشق این توپا بودم، ولی نه اسمشون نه کاربردشون رو نمیدونستم و الان میریم ببینیم چجوری بزرگ میشن، چقدر طول میکشه، کاربردشون چیه. یه ظرف آب میاریم، توپا رو میریزیم داخلش، حدود 2 ساعتی طول میکشه تا توپا بزرگ بشن و کاملا بزرگ بشن و بریم ببینیم چجوری میشن. بله بچه ها، بعد 2 ساعت تو آب موندن توپا بزرگ شدن و خیلی هم خوشگلن. کاربرد این توپا اینه که وقتی میریم مسافرت، مثلا یه هفته میریم مسافرت، گلاتون خوش میشن و از بین میرن. به خاطر همین این توپا رو میریزی تو گلدون و این توپا از خوش شدن گلدوناتون جلوگیری میکنه. اگر از این مطلبا و آزمایش‌ها خوشتون میاد حتما منو سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم.